زمامداران مسلمان و حکومت اسلامی در جامعه اسلامی زمینه بر کسب همه دانش‌های مفید را که زندگی و حیات انسانها به او وابسته است و به او نیازمند است را لازم می‌دانند و از مکلفیت‌های نظام سیاسی اسلام امیست که بر مردم زمینه کسب دانش شرعی و دانش غیر شرعی که حیات بشر به او بستگی داره را باید چی بکنه؟ مساعد بکنه، یک، تشویق بکنه، دو، و به خاطر رشد از او باید تلاش به خرج بده. متوجه شدین؟ یا اگر بیخی واضح تر برای شما گپ بزنم، یک دولت اسلامی برای مردم مدرسه دینی هم جور بکنه، خب مکتبی که علوم اصلی را هم ضرورت داره را باید جور. اردوش مکلفیتش است. متوجه شدین؟ و بین از اینها یک توازن معقول باید ایجاد بکنه و حتی من تصور میکنم که اینا را به گونه‌ای باید ترتیب شود که اینا مجزای از همدیگه شناخته نشن. با آل یک رقم امیت یک ذهنیت آمده و حتی این ذهنیت باعث یک سلسله نزاع‌های کلان در جامعه ما در گذشته و حال شده، به اصطلاح جنگ مکتب و مدرسه، در حالی که این تصور میشه که گویا این دو علم با هم در تقابلن که با هم دیگه در اختلاف قرار دارن. هیچ وقتی رقم نیست. در اصل مکتب و مدرسه باید هر دوش یکی باشه. مکتب مدرسه باشه، مدرسه چی باشه؟ مکتب باشه. چرا؟ به خاطر ازی که جامعه به هر دو اینها نیاز داره.